السلام داده. یعنی که خداوند ما را خیلی دوست داشته است که همون تا پیغمبر بزرگ امتش گردوندگی ای. باید که ما به قدر این نعمت هم برسیم. حضرت موسی اکاج مرحمت کنید شما، مرحمت کنید. حضرت موسی علیه السلام میگه یک روز در کوه طور وقت به خداوند صحبت میکرد، گفت ای پروردگار، گفت من در این تورات میخونم که یک امت، یک گروه انسان به دنیا را میآیند که هر دعایی که کنن تو دعاشون قبول میکنی. ای پروردگار، گفت همین امت من بگرد. زمان پیش میگه دعای خاصی پیغمبرها بود، فقط پیغمبر حق دعا کردن داشت. ای پروردگار، همین امتی که هر امت در هر جای دعا کنه دعاش قبول مینی، امت من بگردون. میگه خداوند، گفت ای موسی، گفت امت محمد ای پروردگار، یا امت به دنیا را میاد که در هر جای نماز بخونه نمازش قبول میکنی. زمان پیش در غیر مسجد عبادتگاه در دیگه جا نماز رخصت نبود، اجازت نبود. مردم نمیتونست که در خانهش، در سر زمین، در بازار، در هر جا نماز بخونه. فقط خاص برای عبادت مسجد بود. ای پروردگار، همین امتی که در جای عبادت کنه قبولش مینی، امتی من بگردون. میگه خداوند، گوی ای موسی، گوی امتی محمد ای پروردگار، گوی امتی را وصفش میخوانم که حقی خودت زکات برای اونها اجازت میتی استفاده بردن شه. پروردگار همین را امتی من بگردون. زمانی پیش میگه زکات هر انسان بایها وقت زکات جدا میکردن در یک بلندی میموندن شو، ای دوری نگاه میکردن. وقتی خداوند زکاتشون قبول میکرد میگه اون چیز خود ای خود در میگرفت میسوخت. اگر قبول نمیکرد میگه اون تا می استاد بعد صاحب زکات میگه چند وقت گریه میکرد، دعا میکرد که ای پروردگار من گناهامو ببخش، این زکات ما قبول کن. و بعد خداوند گناهش میبخشید. میگه بعد چیکار میکرد؟ زکات چه قبول میکرد. گوی پروردگار یا امتی را میاره که زکات برای او درست میشه، همین را امتی من بگردان. میگه خداوند گفت که ای موسی، گفت ای امتی محمد گفت. میگه در آخر امت خون، گفت ای پروردگار، یا امتی به دنیا را میآید که در روز قیامت 70,000 به حساب جنت میروه. حسابشون نمیکنی، بپرسیش جنتشو میدراره. همین را امتی من که. میگه خداوند گفت که امتی محمد. وقتی این قدر و مقامه، میگه حضرت موسی در تورات خون، بعد گفت که ای کاش که ای پروردگار من کلیم نمیکردی، موسی کلیم الله نمیکردی، یا امتی محمد میکردی. این قدر و مقام و مرتبه به این امت داده، من ای بیخبر بودم. روز حضرت موسی میگه صحبت میکرد، گفت پروردگارا، گفت وقتی که من با تو صحبت دارم صدا تا بی یگان شک شنیده سادم، در بین ما یگان خبربر خبرآر نیست، جبرائیل نیست، به واسطه جبرائیل راستکی صحبت داره. من فکر مینم که ایمن در بنده نداره که به ذات تو قریب باشه. و ای پروردگار، یگان بنده داره که نسبت به من به تو در قریب تر باشه. میگه خداوند گفت که ای موسی، گفت در آخر زمان حبیب من محمد به دنیا را میارم. امتای او گفت برای اونها 1 ماه روزه گیری را فرض میگردون. رمضان وقتی روزه میگیرن، گفت روزی رمضانشون به ویگه میرسونن. وقتی افطار کردنشون میشه، یا لقمه را در دستشون میگیرن، انتظاری میکشن که کی وقت افطار میشه. وقتی که وقت افطار رسید، بعد میگن که اللهم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. پروردگارا، من برای تو روزه گرفتم، با گفته تو باور دارم، توکل ما به تو سپاریدم، و این رزق دادگی تو من افطار میکنم، روزه میشکنم. گویا موسی، لحظه که من با تو صحبت دارم، در بین من خودت 70 پرده های، اما وقت افطار کردنش در بین من امتی محمد فقط یک پرده های. خلاص اگه خودت گو خلاصه تبرار بین من و تو 70 پرده، بین من امتی محمد تنها یک پرده های. خلاص و دیگه حدیث ها میاد جناب رسول صلی الله علیه و آله میگه وقتی خداوند حضرت جبرائیل خلق کرد، جبرائیل علیه السلام میگه در 40,000 سال 2 رکعت نماز خون، و خاطره که شکرانه ای که خداوند او را خلقش کرده است. 20,000 سال 1 رکعت، 20,000 سال 1 رکعت، بسیار نماز طولانی دراز. وقتی نماز تیار کرد، میگه دعا کرد، گفت پروردگارا، یگان بنده داری که به اندازه من تر عبادت کرده باشه، تا عبادت زیاد وقتی دراز. میگه خداوند گشت گفت که ای جبرائیل، گفت من تو را و تمامی هستی دنیا را به خاطر یک شخصیت خلق کردم، نامش محمد صلی الله علیه و سلم. گفت امتی او در آخر زمان به دنیا را میاد، عمر کوتاه داره، 60 سال 70 سال عمرش.
در اندک وقت برای من 2 رکعت نماز میخونه. همون 2 رکعتی که میخونه پرای کمبودی های، پرای سهو و خطا های. در نماز فکرش در کار دنیا های. نمازش بزوری میخونه، مجبوری میخونه. گو ای جبرائیل به خاطر حبیبم، به خاطر محمد، گو همون 2 رکعت نمازی امتی او که پرای کمبودی های 40,000 ساله تو بهترش میدونم. گفت همون 2 رکعت نمازی پرای کمبودی را 40,000 ساله عبادت تو بهتر میدونم. یعنی ببینه که خداوند چی مقام، چی قدر برای ما داده است. باید که ما با قدر این نعمت ها برسیم که خداوند این قدر مرتبه و مقام برای دیگه امت ها نداد و دیگه پیغمبرها را نداد. الحمدلله که خداوند خودش ما را در قرآن تعریف میکنه، وصف میکنه، میگه کنتم خیر امت اخرج للناس. ای امت های محمد شما فخر کنید، میگه شما بهترین امت در بین تمام امت های گذشته. 124,000 امت گذشتگی های در بین 124,000 امت، میگه ای امت های محمد شما بهترین امت هستی. در شب معراج وقتی جناب رسول الله به خداوند صحبت میکرد، گویا پروردگار من بهترین پیغمبرها، امتم بهترین امتها. چی سبب ای که امتی من در آخر دنیا به دنیا را آوردی و برای چی که برای امتی من عمر کوتاه دادی. میگه خداوند گو که ای حبیبم، گو ای محمد، گو امتی تر در آخر دنیا به دنیا را آوردم که چی کم در خاک خواره و در گور کم خواره. وقتی که بندگی کرد اندک وقت بزگره و ایس قیامت شد و در حال با او را در جنت بدرارمش. نباشه ای دور حضرت آدم و نوح میبودی ولی 4-5 هزار سال شد که این لحظه در خاک خواب بودی و عمر کوتاه دادم برای امتت که در دنیا کم گناه کنه، در دنیا گناه کم کنه. ببین که خداوند مهربانشه. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و میگه که اهل الجنت 20 و 100 صف 80 من هذه الامه. میگه در روز قیامت جنتی ها 120 صف میشوند. اگه خداوند عدد او را خودش میدونه، میگه 80 صف جنتی ها امت های منن. 120 صف 80 تاش امت های منن، 40 صف دیگهش امت های دیگه پیغمبر ها. نگاه کنه که چی مرتبه و مقامی بلند. یا در حدیث دیگه میگه ان الجنه حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. میگه جنت درمدنش حرامه برای تمام پیغمبرها حتی که من ندارم. میگه و حرمت علی الامم کلها حتی تدخلها امتی. میگه برای تمام امتی گذشته درمدن جنت حرامه تا امتی من در اون نداره. ببینید فضیلت و مقام و مرتبه خداوند برای ما داده است. باید به قدر ای برسیم، شکرانه شه و جا بیاریم. جنت برای حتی در آیتی که در سوره وضحا خونده ولسوف یعطیک ربک فترضی، خداوند گفت در برابر گناهکارای امتت ای محمد گفت ترای خودم راضی میگردون. چنده که شفاعت کنی کدومشه که بخواهی من ای دوزخ خلاص میدم به سبب شفاعتی تو. میگه جناب رسول الله را پرسیدن که در کدام حالت ای پروردگار راضی میشه؟ گو ان لا ارضا و واحد من امتی فی النار. گو من ای پروردگار راضی نمیشم اگر یک امتم در دوزخ بمونه. اگر یک امتم در دوزخ بمونه گو من ای پروردگار تا آخرون گناهگار امت نگو ای دوزخ نگیرم من جنت نمیرم. ببینید دلسوزی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی در روز قیامت جبرائیل میگه ای خاک میخیزونش، میگه قم یا حبیب الله، قم یا صفی الله، ای حبیبی خدا، ای صفی خدا، ای نبی خدا بخی ای خاک. میگه جناب رسول الله نمیخیزه. بعد خدا میگه ای جبرائیل او را به این ما فریاد نکن، او را بگو که بخی ای غمخوار گناهگارا. خب بگو یا شفیع المذنبین، ای دلسوز غمخوار گناهگارا بگو. میگه وقتی حضرت جبرائیل میگه ای شفیع ای غمخوار گناهگارا، جناب رسول میگه ای خاک میخیزه. خاک ها ایریش و رخساره هاش میریزه، میگه هر سو میکاوه. جبرائیل میگه چی میکاوی؟ میگه امتام در گجاهن. من در خاک خواب بودم خداوند به امتهای من چی کرد؟ اونا را گجا برد. اونا همش امید شفاعتی من نداشتن. و میگه جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله یکمین شخصیت ای خاک خسته استی امتات همه خواهن. میگه جناب رسول الله میگه ای جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله میگه امروز میون من محکم میبندم از قفای کار بار گناهگارای امت میشن. ببینه که چی پیشوای دلسوز در روز قیامت تمام پیغمبر میفته نفسی نفس ای پروردگار خود ما خلاص کن. حتی حضرت ابراهیم میخسته میفته که الهی ای پروردگار میفته انا خلیلک ابراهیم، من دوستی تو من ابراهیمم. در دنیا با مقام خلیلی رسوندیم، در آخر گفتی سلاما علی ابراهیم، ای ابراهیم تو
به سلامتی رسیدی که ای امتحان من سلامت گذشتی. من همو ابراهیمم، لا اسألک الیوم اسحاق ولا اسماعیل. من امروز اسحاق اسماعیل بچه ها مایتو نمیپرسم، خود مای عذاب خلاص کرد. پروردگار میفته خلیل، میفته ابراهیم هل رأیت خلیلا یعذب خلیله. میفته ابراهیم یگان دوست دیده که دوست عذاب داده باشه. میفته پروردگار قهر غضب تر دیدم، دوستی خود فراموش کردم. تمام پیغمبرها حضرت یعقوب میفته پروردگار هم یوسف که ای داغش سوختم و کور شدم، هم یوسف امروز در کارم نیست. خودش میدونه جواب گویش، خود خلاص کرد. تمام پیغمبر میفته که نفسی نفس، ای پروردگار نفسی خود خلاص کرد. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و گریه کرده، میخیسته ایجاش می اومده به نزد عرش پروردگار، سر در سجده می اومده، با چنان میگه میگریسته که ای گریه جناب رسول میگه عرش و لوح و قلم همه در گریه میزدن، جنت و دوزخ همه در گریه میزدن، میگه در لرزه میزدن. حتی میگه عرش میگه که ای پروردگار این محمد چیزی میگه بتیش که گریه ای دلهای ما را پاره پاره کرد، دیگه طاقت شنیدن گریه را نداره. جناب رسول الله میگه که ای پروردگار، میگه من امروز رنگ دیگه پیغمبرها نفسی خود من نمیپرسم، من ای امت ها میپرسم، امت ها مای عذاب خلاص کن. بعد خدا میگه که حبیبی محمد، میگه ای جانم ای محمد، میگه ارفع رأسک، سرت بردارک، سرت بردار سجده، دیگه گریه نکن، بردار سرت. قل یسمع، بگو چیزی میگوی گوشت میکنم. سل تعطى، بپرس چیزی میپرسی برای تو میتونم. و شفاعت و شفاعت که امروز شفاعت کنندتی. وقتی همه را حساب و کتاب میکردن، میگه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهی دیگه پیغمبرها و مؤمنها میبردن در جنت داخل میکردن. یک گروه گناهگارای امت خداوند برای نشون دادن که اگر همین پیغمبر تو نمیبود حال شما بود چی بود، عذاب شما چی بود، دوزخ میبرده. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در جنت داخل شدگان قطع حضرت آدم علیه السلام و حضرت نوح دیگه پیغمبرها در گردش، میگه جناب رسول در یک تختی بلند نشسته، حضرت آدم در طرف راست، حضرت نوح در طرف چپش، در حدیث میزگره. بعد میگه در همین حالت حضرت جبرئیل با پل صراط میگذره، نگاه میکنه که یک گروه گناهگار امت در عذاب در دوزخ. بعد اونا میگفتن که ای جبرئیل، برای حبیب ما را، پیغمبر ما را، این حالت ما خبردار که ما در دنیا با امید شفاعت او بودیم، خودش رفته است در جنت در راحت، ما در عذاب میجا، برای خبر که حال ما را برای پیغمبرمون. میگه جناب وقتی جبرائیل میرفته است در جنت، میدونه که جناب رسول الله در سرش یک تاج نور موندگی، حضرت نوح در یک پیمانه جنت، میگم شربت های جنت ریختگی داده شده، در دست همین ناخورده حاله. بعد جبرائیل میگه که ای محمد، تو در عیش عشرت در خوشحالی اومد در عذاب. میگه وقتی جناب رسول الله سخن میشنیده، همون چیز ایدستش میافتاده، میگه ایدستش میافتاده، میگه یک گروه امت در دوزخ در عذاب. اونا گفتن که ما با امید شفاعت او بودیم، خودش در راحت، ما اینجا در عذابیم. میگه جناب رسول الله میخسته بالای تخت نور دو میگرفته سین دروازه بیرون جنت بیرون بسنی دوزخ. وقتی دو میگرفته میگه خداوند امر میکرده که یک تخت نور رو ببره سوار شد، دیگه سوار نمیشته جناب رسول الله. پروردگار امر میکرده که ای آدم تمام پیغمبران میگه قفاش بدوی. اما پیغمبر میگه قفاش می اومدن بازی دروازه دوزخ تا او دروازه بوم میگه که خداوند دوزخ تا برای شما حرام گردنده، ممکن نیست، اجازه نیست در مدن شما. جناب رسول الله گریه میگه من باید بدرم حال امتام ببینم. وقتی که میگه هیچ چیز میگه، بعد خداوند میگه اجازه است تیمانش بدروه. در راهی میکردن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراه دیگه پیغمبران میدرمده حال امت میده که در عذاب. بعد میگه پروردگار میگه برای چی که همراهی همین امتام نآوردی من عذاب دیده تا ای حال اینها خبردار شن. وقتی اینها در دوزخ بودن که جا من جنت بود. جناب رسول الله بعد شفاعت میکرده همون گناهگارا را، تا میگه یک انسانه که میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله، تا همون انسان میگه ای دوزخ خلاص نکنم من جنت نمیرم. یعنی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی مقام بزرگ در نزد خداوند داره که پروردگار وعدش کرد که در برابر گناهگارای امت من ترا راضی میکردم. یعنی به قدر این پیغمبر باید ما برسیم، ما باید این پیغمبر دوست بداریم، ما باید اطاعتگر پیرو ای سنت ای پیغمبر باشیم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من احیا سنتی فقط احبنی، کسی سنتی من زنده کنه او من دوست داشته، و من احبنی کان معی فی الجنه، کسی من دوست بداره همراهی من در جنت. حرکت کنیم که در این لحظه های زندگی جناب رسول الله را دوست بداریم، سنتاش